یعنی مثبت 20 یعنی 20 متر بالاتر. خب پس بنابراین این اتفاق افتاد. در رو بچه‌ها گفتم که آقا میتونیم این رو به صورت کامل باز بکشیم. بله میتونی بکشی، ولی یه مشکل داره. اونم به خاطر اینکه تحرک پلان کاهش پیدا میکنه. من پیشنهادم اینه که در رو نیمه باز بکشید، تحرکش افزایش، دستگیره‌هاش هم جاش مشخص کنید. تو مقیاس 1/100 همین طرز کشیدن در کفایت میکنه، ولی تو مقیاس 1/5 یه مقدار جزئیات بیشتر. مثلا اینجا لوله‌هاشو نمایش میدین، دستگیری یه ذره با جزئیات بهتر. در واقع خود چارچوب در، خود لت در رو هم مثلا حالا با یه ذره جزئیات بیشتر رو مثلا 2 خط یا 3 خط بشه که قشنگ خوش نشون. مثلا این چفت خود در رو نمایش بدیم، حالا اینجا یه لولا داریم و اینها همه رو با جزئیات نمایش بدیم. بعد این هم که در واقع میشه چی؟ شوهای چرخش در. این حواستون باشه بچه‌ها به صورت خطچین بکشید. خط کامل ترجیحاً نباشه، به خاطر اینکه اونجا خط کامل نیست دیگه. خط کامل موقعی که شما اولا که خط کامل سرش نباید باز باشه. وقتی باز باشه یعنی که در واقع این خط ول اصلا هیچ معنی نداره. ما اصلا خط ول داخل پلان نداریم، یعنی همچین خطی نداریم. اصلا همچین چیزی وجود خارجی نداره. تو دنیا همچین چیزی ما نداریم. بعد ارزم به حضورتون پنجره هم به همین ترتیب دیگه، یعنی تو دیوار میکشین، حالا جزئیاتش رو میکشین، دو انتها رو مشخص میکنین، پروفیل ابتدا انتهای پنجره رو مشخص میکنین، یه دونه در واقع جام پنجره رو مشخص میکنین، یه خط هم که لبه بیرونی پروفیل دربرگیرنده جام، یه دونه هم که دربرگیرنده داخلی شیشه است. تو مقیاس 1/100 همین فقط میتونه پنجره رو کار بکنه، نمایش بده. ولی تو حالا مقیاس 1/50 فرضاً اگر داری پنجره یو پی وی سی میکشی، خب این جزئیاتش با کامل بشه. مثلا اینجا میاد این دوتا با هم درگیر میشن، این پروفیل ها کامل نمایش داده میشه. باز مجدد یه خط دیگه اینجا داریم، خود پنجره درسته در واقع یه دونه لبه شیشه، یه لبه بیرونی داره، یه لبه داخلی. ولی چون قضیه خامش کمه، حتی تو مقیاس 1/50 صرفا یه خط دیده میشه دیگه، بیشتر دیده نمیشه. این تعداد پروفیل ها مثلا امکان داره با جزئیات بیشتر نمایش داده بشه، یا پنجره دو